به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام چقدر قشنگه وقتی که تو صدامه، هر جا میرم گل سلام همیشه رو لبامه. بچه خوب میدونه هر جا بره میخونه، اول سلام میکنه اون کسی که مهربونه. سلام سلام کوچولو سلام، فرشته های خندون عمو سلام. سلام سلام ناز سلام، چشم و چراغ توی هر خونه سلام. مامان سلام بابا سلام، دوست دارم چون همیشه میمونی بابا. داداش سلام آبجی سلام، شکر خدا که هدیه‌ای هستی برام، شکر خدا که هدیه‌ای هستی برام. سلام بچه های خوب و نازنین، خوبت؟ سلامتیتون خوب است؟ اینجا رادیو مهر، صدای کودک، شنازه قصه گو دوباره با داستان‌های جالب و آموزنده به نزد شما آمد. بچه‌های عزیز، خواهر و برادر خردتر از خودتان را شما فرشته میگویید؟ من که فرشته میگویم. آنها فرشته هستند. به نظر شما آنها فرشته هستند؟ نام داستان امروز همان فرشته ها اشتباه میکنند. احمد و محمود دو برادری بودند که همدیگر را خیلی دوست می داشتند. یک روز احمد که از محمود کلانتر بود با او گفت: محمود بیا با هم رسم می کشیم. احمد از مادرش خواست تا به آنها 2 کاغذ بدهد تا آنها رسم بکشند. آنها نشستند و رسم کشیدند. رسمی که احمد کشیده بود خیلی زیبا بود، اما محمود نمی توانست رسم بکشد و فقط خطی می کرد. محمود آنقدر خطی کرد که کاغذی او پاره شد. آن وقت می خواست کاغذی رسم کشیده احمد را بگیرد. احمد هم کاغذش را نداد. محمود هم گریه کرد. مادرش می خواست یک کاغذ دیگر به محمود بدهد. احمد به مادرش گفت: مادر جون، محمود نباید اینقدر سخت خط بکشد که کاغذها پاره شوند. شما گفته بودید که پدرمان همیشه از کاغذهای میده هم برای نوشتن استفاده می کردند و هیچ وقت کاغذ سفید را در پرتاب نمی انداختند. مادرش گفت: آفرین به تو که اینقدر عاقل و دانا هستی. اگر کسی بداند که کار اشتباه است و آن کار را انجام دهد، کار بدی کرده است. اما محمود آنقدر کوچک است که نمیداند چی کاری خوب و چی کاری بد است. احمد گفت: مادر جان، او رسم کشیدن هم نمیتواند و فقط خطی میکند. مادر احمد را بوسید و گفت: اما تو هم خوب رسم میکشی و هم میدونی چی کار بد است. پس به محمود هم یاد بده تا کمتر اشتباه کند. مادرشان به محمود یک کاغذ دیگری داد.
بچه محمود هم آن را پاره نکرد، بلکه تمام کاغذ را خط خط کشیده و می گفت گل، این شپرک، این درخت، این آفتاب، این طور. احمد هم آرام می خندید و به محمود می گفت آفرین برادری خودمی تو، از من هم زیباتر کشیدی. بچه های عزیز، می دونید چرا احمد از خط خطی های برادر خوردش تعریف می کرد؟ آفرین به شما ها. بله درست گفتید. اگر احمد از رسمی محمود تعریف نمی کرد و می گفت تو نمی توانی رسم بکشی، ممکن بود محمود دیگر اصلا دست به قلم نزند و اصلا تلاش نکند که رسم بکشد. احمد هم این را می دانست و به محمود کمک کرد تا بیشتر تلاش کند. بچه های عزیز، آیا شما هم برادر و خواهر خردتان را فرشته می دانید؟ خیلی عالی، خیلی خوشحال شدم. وقتی این داستان را گوش می دهید می توانید به دیگران هم توصیه کنید، مثلا به دوستانتان یا به برادر یا خواهرتان. با همین داستان زیبا شما را به خدای یکتا می سپارم عزیزکانم. فرشته های روی زمین، خدا حافظ.